این آوای تنها ترین نهنگ دنیاست. اسمشو گذاشتن نهنگ 52 هرتز و این روزگار نهنگی ماست. نهنگ موجود عجیب غریبیه. صداشو که میشنوی دوست داری بیشتر از همیشه بری به اعماق دریا. کافیه تو این روزا یه لحظه تنها بشی، بعد همه چی یقتو میگیره. مثل اینه که آدم تو رویای خودش گم بشه، تو رویای خودش تنها بشه. برای ما آدم ها اینطوریه دیگه. اگه کسی دل به دریا بزنه دیگه راه برگشتن نداره. واسه نهنگا برعکس. نهنگا همیشه دلشون به دریاست. اونا دل که به ساحل بزنن دیگه راه برگشتن نداره. این روزا سرگرم یه دنیای دیگه شدیم، یه دنیای خیالی تو این خاک خیال مجاز. برای همینه یادمون میره صدای همدیگه رو بشنویم. برای همینه همیشه یه حس عجیب و غریب تو غربتی داریم که نمیدونیم از کجا اومده. چرا اینطوری هستی؟ انگار همدیگه رو داریم ولی نداریم. فقط کافیه یکم از این خاک خیال مجازی فاصله بگیریم. وقتی میام بیرون تازه میفهمیم چقدر تنهاییم. تنهاییمون چقدر شکننده است. اون وقت نگاه میکنیم میبینیم ما توی یه دنیای عجیب و غریبه ایم. از همه کمودا انگار لباسا پا در آوردن اومدن وسط خونه. ظرفا تو سیم بچه دار شد. خودتو تو آینه میبینی. اونجاست که میفهمی چقدر تنهایی. ما تنهایی. تنها. هر کدوممون تو شکم نهنگمون، تو درونمون یه یونس داریم که میخوایم بزنیم به ساحل. از اعماق این آبی که هیچ کس هرتز صداشو نمیشنوه.